هر تعمیرکار بردینی میدونه که درست تست کردن قطعات چقدر میتونه تو سرعت ابیابی کردن بردمون بهمون کمک کنه. پس قطعاتی مثل خازن، رله، مخصوصا خازن‌های الکترولیتی رو به هیچ عنوان روی برد تست نکن، چون جواب دقیقی بهت نمیده. اما قطعاتی مثل مقاومت، فیوز، پل دیود، پتانسیومتر، حتی ترانس ایزوله کننده رو میتونی روی برد تست بگیری و از سلامتش مطمئن بشی. اما یه سری قطعات دیگه ما این وسط داریم مثل آیسی سویچینگ، اپتوکوبلر، اپتوترایاک و خود ترایاک که امکان داره شما روی برد ازش تست بگیری، توی تست سرد به شما سالم نشون بده اما وظیفه‌شو نتونه روی برد درست انجام بده. نمونهش چند روز پیش یه دونه برد داشتم که روشن نمی‌شد و وقتی آیسی سویچینگش رو که تست کردم دیدم روی برد داره به من درست نشون میده، اما در اصل همون قطعه خراب بود که باعث میشد برد روشن نشه. پس حواست باشه توی تست قطعات اشتباه نکنی.